الو سلام عمه، خوبی؟ سلام، مرسی، خوبم. عمه من الان دارم میام خونه، خب بعد سرعتم زیاد بود تو راه، پلیس جلوی منو گرفته، خب میخواد ماشینمو بخوابونه. بعد من بهش گفتم که من عمم از صندلی افتاده آسیب دیده، به خاطر همین من سرعتم زیاد بود. حالا میگه من باید بیام ببینم که عمتون افتاده یا نه تا باور کنم. تو میتونی یه جوری بیفتی زمینی پلیس داره با من میاد باورش بشه؟ بیداد چرا مواظب نشده باشه دیگه، یه خاکی تو سرم میریزم. نه دور از جون، نه یه جوری وانمود کن که آسیب دیدی ما. جناب سرهنگ بفرمایید. عمم افتاده جناب سرهنگ. همه جام شکسته. عمه چجوری افتادی؟ گردنم شکسته، دست پام شکسته. جناب سرهنگ قربونت برم، دخترم کجاست؟ صدا کن بیاد، صدا کن بیاد منو ببرین دکتر. جناب سرهنگ ماشین بردی؟ تمام نخونم، تمام دست و پام، تمام سرم، همه جام شکست. Kız neye gülürsən? Kız nə şoxusu, Allah səni zəlil eləsin. 100 dənə nəxşə töymüşəm. Səndəlini belə qoymuşam, belə yatmışam, belə dombalmışam, belə uzanmışam.